اینشالله آیندهشون خوب میشه دیگه. خدای مهربون است که میخوام که کودکم یگان جا بیاون، یگان منزل بیاون، زیستیای آینده دارن. این روزای سخت از خاطر من نمیرم. این میروزم میروزای با زیستن یا نونی حلال بیاون بخورن. نیست یگان جدا خانه خالی میرم میگم ما 7 کلکتی نمیگیریم، میگیرم بگه 5 نانشون میگیرم، بروزش میشه که نان نمیابم، روغنشون میگیرم. از سبب بی‌اسمی بودن ما را خیزوندن اینجا. 400 میجوره میتیم. ایجوره کویر پچم در کت. نانی ندارم بخورم. خیلی چیکار میکنم قسمت چیزی که بده. یا شوهری ندارم در بالای سرم که گلکم یگان کار کنم. ندارم فرزندم شوک پوشن. سادبرگ رو 5 سال پیش شوهرش با 7 کودک پرتافته بینام و نشان شد. در این 5 سال این مادر تنی تنها ایجاره به ایجاره با یک عذاب سخت روزی فرزندانش را پیش برد. عین حال سادبرگ را با 7 کودکش با سبب پرداخت نکردن اجاره پولی از خانه استقامتیش رانده ایستادند. او نمیداند که به کجا رود و از کی کمک خواهد. سلام علیکم به همه مردمی مهاجر و به مردمی خیرخواه. من سادبرگ در اینجا اجاره میشینم. صاحب 7 فرزند، از شوهرم جدا شدگیم. 5 سال میشه عذاب بیخانگی را میکشم. فرزندم در این بازار دهقان شیشته یک لونان یافته زندگی ما پیش میبرم. امروز در اینجا اجاره ایم. از همین کوارتیر ما رو راندن. به 7 کودک نمیدونم کجا برم، نمیتونم گلکم کشته در یگان جو پرتافته یا خودم به دار کشیده موندم دیگه. نمیدونم چی کار کردن. من از خدا میترسم نباشنم حوزی همین 7 کودک و خودم در یگان دریا میپرتم. همین خیلی زندگی زورم اومدگی که دیگه هیچ راهی رفته ندارم. یا شوهری ندارم در بالای سرم که گلکم یگان کار کنم. شوهرم برو مدرف 3 خانه و درش فروخت برو مدرف. همین ها یک میده بودن فاطمه و حسن. 5 سال میشه و درک نداره. من میگن زنده مسکو در مسکو کار فعالیت داره، لیکن نمیدونم در کجای مسکو. یک تیم به فرزنداش روی میکنه نمیکنه. این حالی شوکی مردم پوشیده فرزندی من کلان میشه. در بازار میرم میشوش میستم سودا میکنم 5 سال 10 سال میام نام پولی میکنم. شکرانی خداوند مهربان خیلی شکرم میشتم. اینا از ما را کوارتیر راندن نمیدونم کجا رفتن. من دیگه جای رفت ندارم. میخواهید خانه تبدیلی خود را پیدا نمایید؟ وقتی خود را بیهوده صرف نکرده به ارزان.tg درآیید. با ما پیدا کردن منزل خیلی آسان است. آسان، رایگان. ارزان.tg سایت اعلان‌های بی پول. 400 میجوره میتیم. از سبب بی‌اسمی بودن ما را خیزوندن اینجا. ندارم فرزندم شوک پوشن. نانی ندارم بخورم. خیلی چیکار میکنم قسمت چیزی که بده. 7 فرزندی من 3 تاشته به تحصیل فرا گرفته شدگی. به مکتب تبچه دایرکتور خداوند برکتش بده اومدن نمیخوندن. مینا 6 ماشید 3 فرزندی من میخونم. 2 دخترکم یک پسر و 2 دختری کلانی قدرس دارم. ایجوره کویر پچم در کت. نیست یگان جدا خانه خالی میرم میگم ما 7 کلکتی نمیگیریم. با 7 کلک ما یگان خانه خالی نداریم که تو اجارتیم. برادر از شما خواهش دارم اگر علاجش باشه یک دستگیری میکنیم که یگان جو. شکرانه الله فرزندی پدر دارم مادر دارم در یک کوهستانی زندگی میکنن که هیچ از زندگی چون با هم یک قبچه آرد و یگان چی روان میکنن هیچ چی نمیشه و با 7 فرزند ای کجا میرسه. همش و ایدم زندگی های خودشونن. من زندگی همین 7 فرزندم رو با بازار دهقان رفته از یگان کس بار گرفته به سوم میگیرم در یک گوشه بازار میشینم تو بگه سودا میکنم بگه چند سوم میکشید باردار رو میتم یگان سوم که من به یا نامپولی کرده زندگی من روز بر شده شدم. چیکار کنم دیگه نمیدانم به خدا یگان راهی ندارم دیگه. میگیرم بگه 5 نانشون میگیرم بروزش میشه که نان نمیابم روغنشون میگیرم. خیلی نانی قاق میگیرم یگان کس میارم زندگیشون رو پیش میبرم. خیلی دیده است این شرایط زندگی من کچو بندم بستگی نمیدانم از کجا رفتن. من دیگه موندم در زندگی راه گم زدگیم برادرها. قلن راه ها هوی میشید که من 7 کلک یگان جدا پرتافته برآمده رفته مهاجری میرفتم کار کرده با زندگی برو پیش می
روز اشید که کوارتیر روندن موندن واگن رفتیم در یک جا با کودک کم خواب کردیم دادر جون 3-4 روز در واگن موندیم گرسنه ترشنه با روز اشید که برو آمدیم بیفتیم و خوردیم و گشتیم این روزای سخت خاطری من نمیرم این نمیروز اما بیروزای بو 3 روز شد من در بدر کوارتیر میکنم کودکای ما در بیرون بودن این آوازی لقلا پرشون رو ورده جا بجا کردیم میخوام که کودکم یکون جو بیاون یکون منزل بیاون زیستن یا نونی حلال بیاون بخورن من برادرم خواهش دارم که دستگیریم کنید یا باینده دارن اینجا آیندهشون خوب میشه دیگه خدای مهربون است که آینده یاره خوب میکنه 2 پسر دارم 5 تا دختر رقم تلفنی من 908 20 02 42 988 20 71 72 نمره کارت 50 58 27 03 60 51 01 42